سلام. در این راهنما چگونگی استفاده از هش کلکیولیتور برای تعیین اصالت فایل ها را به شما نشون میدیم. برای استفاده از نرم افزار هش کلکیولیتور شما باید نرم افزار جاوا رو اینستال داشته باشید. برای اینستال و دانلود این نرم افزار شما میتونید به سایت www.java.com رفته و این نرم افزار رایگان رو دانلود کنید. پس از اینستال جاوا شما میتونید به سایت فیلترخور رفته و نرم افزار هش کلکیولیتور رو دانلود کنید. همینطور که اینجا میبینید ما در فیلترخور هش چکسام نرم افزارها رو در پایین لینک دانلود قرار دادیم. بعد از دانلود برای مطمئن شدن از اصالت فایل خود هش چکسام اعلام شده توسط وبسایت رو با هش چکسام محاسبه شده توسط نرم افزار مطابقت میدیم. برای این کار بعد از اجرا کردن هش کلکیولیتور از منوی ادیت گزینه مود رو انتخاب میکنیم و از منوی مود گزینه فایل رو انتخاب میکنیم و سپس اوکی رو میزنیم. بعد از اون نوع هش چکسام رو از منوی پایین افتادنی انتخاب میکنیم. همینجور که اینجا میبینید نوع هش چکسام ما SHA 256 هست. بعد روی دکمه براوز زده تا فایل مورد نظرمون رو انتخاب کنیم. بعد روی دکمه Calculate Hash کلیک میکنیم تا مقدار هش فایل ما محاسبه بشه. بعد از اون مقدار هش اعلام شده توسط وبسایت رو کپی کرده و در ویندو ریزالت یا نتیجه پیست میکنیم و سپس روی دکمه اوکی کلیک میکنیم تا مقدار هش محاسبه شده و هشی که از روی وبسایت اعلام شده با همدیگه مقایسه بشن. بعد از مقایسه شدن اگر جفت این مقدارها یکی بود چکسام مچ رو به شما میده. این به این معنیه که شما در حقیقت همون فایلی رو که روی وبسایت بوده بدون هیچ دخل و تصرفی در وسط راه دانلود کردین و روی کامپیوترتون ذخیره کردین.